نوای نی، برنامه شماره 28. نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیرمعز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. صدا بردار علیرضا قمصری. تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. به نام آن حقیقت بیچون که از چشم سر نهان است و بر دیده دل عیان، و به یاد او که آرامش جان است و تسلی بخش روان، و درود گرم بر همه آنان که با پیروی از نهاد پاک و فطرت تابناک خویش رهسپر راه توحید آمدند و در همه احوال خدا را دیدند. یار ما با ماست، از ما کی جداست، مایی ما پرده ادبار ماست. آدمی فطرتاً بر اساس یکتاپرستی و ایمان به خداوند آفریده شده و اعتقاد به توحید و خداشناسی فطری و جبلی او می باشد. و از این روست که پیامبر اکرم فرمود هر مولودی بر فطرت الهی توحید زاده می شود. این پدر و مادرند که او را بر اساس وراثت یهودی یا نصرانی یا مجوسی بار می آورند و از سرچشمه زلال و اصیل توحید منحرفش می سازند. سخن عشق یکی بود، ولی آوردند این سخنها به میان زمره نادانی چند. آری، بی تردید انسان به حسب فطرت الهی خیش مجبول و مفتور بر یکتاپرستی است، اما عوامل و موجباتی سبب می شود که این نور فطرت به خاموشی گراید و طبیعت آدمی از مجرای واقعی منحرف گردد و معنی کفر همین است، یعنی پرده پوشی بر سیمای حقیقت. و از همین باب است که قرآن کریم میگوید هرگاه از کافران سؤال کنی که چه کسی آسمان ها و زمین را بیافرید، به پاسخ گویند خداوند، یعنی در عمق وجدان و شعور باطن خیش بدین حقیقت اذعان و اعتراف دارند، هرچند که به ظاهر این حقیقت را منکر باشند. آن که کف را دید سرگویان بود، وان که دریا دید او حیران بود. آن که کف را دید آید در سخن، وان که دریا دید شد بی ما و من.
و از اینجاست که گفتند راه‌های به سوی خدا به تعداد نفس‌ها و دم‌هایی است که مخلوق می‌زنند. یعنی هر انسانی را به سوی خدا راهی است که بر اساس فطرت پوینده آن است. و چون انسان طالب حقیقت است و گمشده‌ای دارد، با ولع و آتشی سوزان جویای حقیقت است. لکن ممکن است بنا به عللی به مصداق واقعی حقیقت دست نیابد و دچار انحراف شود. پس باید چنین کسان را با مهربانی و لطف بر سر کار آورد، نه با تنگ چشمی و تعصب و سخت گیری آنان را در امر باطل خیش مصر و پا برجا ساخت. نی نگویم زان که تو خامی هنوز، در بهاری و ندیدستی تموز. این جهان همچون درخت است ای کرا، ما بر او چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مر شاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لب گزان، سست گیرد شاخ ها را بعد از آن. سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. در بهاری در بهاری ندیدستی تموز. این جهان همچو درخت
از پیکران ما برو چون میوه های نیمخواه زان که در خامی زان که در خامی نشاند
حال این شوربختان بینوا که از مشرب توحید و خدا پرستی به دور افتاده‌اند درست بدان ماند که شخص به مقتضای طبع خویش احساس گرسنگی کند. گاه باشد که غذایی سالم و مطبوع و مقوی صرف کند که ممد سلامت و مقوی بدنش باشد و گاه بود که غذایی خورد ناپاک و فاسد که او را مسموم سازد و یا به هلاکت رساند. پس انسان خاطی نیز جویای حقیقت است، لکن امکان دارد به مصداق واقعی آن نرسد. گر بداند کودکی که سیب هست، او پیاز گنده را بنهد ز دست. مولانا این روح بزرگ و متعالی که از سعه صدر و تساهل نمونه بارز یک متفکر مسلمان است، در مواضع بسیار از مثنوی شریف این معنی را به بحث گرفته و متعصبان تنگ نظر خامندیش را به باد نکوهش و انتقاد می‌گیرد. او در داستان منازعت 4 کس که زبان یکدیگر را نمی‌دانستند و جهت خرید انگور با هم جدل می‌کردند، این حقیقت را با بدیع‌ترین صورت تصویر می‌کند. اینک گزیده آن داستان. 4 کس را داد مردی 1 درم، هر یکی از شهری افتاده به هم. فارسی و ترک و رومی و عرب، جمله با هم در نزاع و در غضب. فارسی گفتا از این چون وارهیم، هم بیا کین را به انگوری دهیم. آن عرب گفتا معاذالله، لا، من عنب خواهم نه انگور ای دغا. آن یکی که از ترک بود گفت ای گزم، من نمی خواهم عنب، خواهم ازم. آن که رومی بود گفت این قیل را ترک کن، خواهم من استافیل را. 4 تن از ملیت‌های مختلف یعنی فارس و عرب و ترک و رومی به مقتضای تقدیر با هم گرد آمده دوستی آغاز نهادند. آنان را 1 درم بود، خواستند با آن 1 درهم غذایی بخرند. فارس گفت من معتقدم که با این پول انگور تهیه کنیم. عرب بانگ برداشت که ای خیره سر این چه سخن است، من هرگز انگور نمیخواهم بلکه دوستدار عنبم. ترک فریاد کرد که من از این هر دو بیزارم، اگر رضای مرا میجویید این وجه را به مصرف خرید عزوم برسانید. رومی فغان برداشت که این بیهودگویی ها چیست؟ دست از این یاب سرایی بردارید و این درهم را استافیل بخرید. این بینوایان همه انگور میخواستند و چون مفهوم سخن یکدیگر را نمیدانستند با هم به جدال و منازعت برخاسته بودند. در تنازع مشت بر هم میزدند که ز سر نامها غافل بودند. مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تهی. صاحب سری عزیزی 100 زبان، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. پس بگفتی او که من زین 1 درم، آرزوی جملتان را میخرم. چون که بسپارید دل را بی دغل، این درمتان میکند چندین عمل. آری، اکثر این تنازع‌ها و کشمکش‌ها و جدال‌ها
به علت آن است که انسانها در عین آنکه جویای یک حقیقتند زبان یکدیگر را نمی‌دانند و با اینکه جویای یک مفهومند لکن در لفظ با هم به منازعه برمیخیزند. از این رو مولانا پیامبرگونه چنین اندرز می‌دهد که نباید همه را یک جا و در بست باطل دانست و از حقیقت آری، بلکه باید با چنین مسائل با دیدی وسیع و بینشی گسترده برخورد کرد تا طرف مقابل به سوی حقیقت تام و کامل کشیده شود. از این رو میگوید پس مگو کین جمله دینها باطلند، باطلان بر بوی حق دام دلند. این حقیقت دان نه حقند این همه، نی به کلی گمرهانند این رمه. پس مگو جمله خیال است و ضلال، بی حقیقت نیست در عالم خیال. حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان. نه همه شبها بود قدر جوان، نه همه شبها بود خالی از آن. این حقیقت دان، این حقیقت دان، نه حقند این همه، نی به کلی گمرهانند این رمه. این حقیقت دان نه حقند این همه، نی به کلی گمرهانند این شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان. شبها بود قدر ای جان، نه همه
شبها بود خالی از آن آنگاه انسان ارائه طریق می کند که برای دریافت کل حقیقت باید در پناه انسان کامل گریخت و به دامان او درآویخت که از اسرار و رموز حقیقت آگاه است. پس محک می بایدش بگزیده ای، در حقایق امتحانها دیده ای، تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. آری ای عزیز، حقیقت را چهره‌های گوناگون است و ابعاد مختلف و ما انسان‌های حقیر و درمانده که در دام محسوسات و چنبره حواس محدود خود اسیریم، چگونه می‌توانیم به مجموعه حقایق دست یابیم و مسائل و امور را آنچنان که هستند باز شناسیم؟ مگر نخوانده ای که در کلام مجید خدا به پیامبرش میگوید بگو خداوندا دریافت و دانش مرا زیاد کن و دید مرا وسعت ده که حقیقت را در چهره اصلی و سیمای واقعیش بنگرم. آنجا که آن بزرگ که مؤید به فیض الهی و وحی ربانی است و در حصار عصمت قرار دارد چنین گوید: پس ما در ماندگان ناتوان را نمی رسد که نادانسته و از سر جهل همگان را باطل و دور از حقیقت بدانیم، بلکه ما موظفیم بر مبنای آموزش قرآن آنگاه که مطلبی را حق دانستیم با شیوه حکمت و موعظت دیگران را به پذیرش آن فراخوانیم. و اگر احیانا کارمان به مجادله کشید، با نیکوترین صورت و بهترین روش مفاهیم حق را به دیگران القا کنیم. بار خدایا، تو را به عظمت و جلال بیکرانت می‌خوانیم که ما را با حقایق آنچنان که هستند آشنا ساز و به ما آن بردباری و تحمل را کرامت فرما که سخنان دیگران را اگر از موضع حق است به سمع قبول بشنویم.